سلام به شما، خوش اومدید. امروز یه سر میریم به تاجیکستان و سینمای کودکانش. قراره درباره یه فیلم خیلی جالب صحبت کنیم. منبع اصلیمون یه مقاله است از وبسایت your.tg که خب معرفی میکنه یه فیلم جدید رو به اسم پاکانای آینکدار، یا به فارسی خودمون میشه کوتاه قد عینکی. میخوایم ببینیم داستان فیلم چیه، چه پیام‌هایی داره و خب مهمتر از همه چی باعث شده سازنده‌هاش تو این زمان خاص ساختن همچین فیلمی رو یه جور ضرورت بدونن. دقیقاً. پس هدفمون توی این گفتگو اینه که با هم محتوای این مقاله رو خب یکم بکاویم، ببینیم چه اطلاعات کلیدی و چه نکته‌های قابل تأملی برای شما شنونده عزیز داره. میخوایم بفهمیم این فیلم یعنی ورای اون ظاهر فانتزیش چه حرفایی واسه گفتن داره و چه جایگاهی ممکنه پیدا کنه. بسیار خب، بیاین شروع کنیم با خود فیلم پاکانای آینکدار. طبق منبع اکرانش برای ماه اکتبر پیش بینی شده. اوه، پس یعنی همین پاییز؟ آره، همین پاییز، و قراره تو شهرهای مهمی مثل خوجند، دوشنبه و باختر روی پرده بره. یعنی همین الان احتمالاً آخرین مراحل فنیش دیگه، صداگذاری و جلوه‌های ویژه و اینها. فیلم برداریش هم نسبتاً تازه است، توی 2024 انجام شده. نکته جالبش اینه که تو لوکیشن‌های مختلفی تو خود تاجیکستان فیلم برداری شده. آها، کجاها مثلا؟ شهرهای پنجکند، خوجند، اسفره و یه منطقه کوهستانی خیلی معروف به اسم هفتکول. هفتکول؟ آها، شنیدم. میگن خیلی زیباست. دقیقاً. این انتخاب لوکیشن ها خودش میتونه نشون بده که میخواستن زیبایی های طبیعی و شهری تاجیکستان رو هم نشون بدن. حتما همینطوره. و سازنده فیلم هم استودیوی سوخت سینماست. این استودیو از 2015 انگار فعاله. بله. و جالبه که این فیلم 16مین کارشونه. ببینید، وقتی یه استودیو که خب سابقه داره یهو میره سراغ ژانر فانتازی کودکانه، این انتخاب باید یه معنایی داشته باشه. شاید نمیدونم یه پاسخ به نیاز بازار و سلیقه نسل جدید که با این چیزای فانتازی جهانی بزرگ شدن. ممکنه. ولی همزمان میتونه یه استراتژی هوشمندانه هم باشه. یعنی بیان مسائل جدی‌تر توی قالبی که برای بچه‌ها و حتی بزرگترها جذاب‌تره. و اتفاقا به نظر میرسه همین دومی خیلی پررنگه. چون مقاله تأکید داره که فیلم فقط قصه و جادو نیست. آها. بلکه به مسائل مهمی مثل اهمیت تحصیل، نحوه ارتباط بزرگسالان با بچه‌ها و به خصوص معضل تبعیض و آزار بین کودکان میپردازه. مقاله به روشنی توضیح میده که فیلم به پدیده قلدری یا همون بولینگ تو مدارس میپردازه. بولینگ، بله. شخصیت اصلی داستان پسری به اسم سیاوش که خب به خاطر قد کوتاه و عینکی بودنش مدام از طرف همکلاسی‌هاش تحقیر میشه و مسخرش میکنن و همین لقب بد پکانای آینکدار یا کوتاه قد عینکی رو روش میذارند. این متاسفانه خب تجربه تلخ خیلی از بچه‌ها تو مدرسه هاست دیگه. نه فقط اونجا، همه جای دنیا هست. و این فقط یه اشاره گذران نیست انگار. یکی از بازیگرای فیلم به اسم رامش یزدان که بعداً به نقش جالبش میرسیم. آها. به طور مشخص گفته که امیدوار تماشای این فیلم به نوجوانا کمک کنه تا بفهمن کلمه و رفتارشون چقدر میتونه رو روحیه بقیه تأثیر منفی بذاره. یعنی یه جورایی فیلم کارکرد آموزشی و تربیتی هم واسه خودش در نظر گرفته. امیدوارم بچه‌ها مهربون‌تر بشن. دقیقاً. و در کنار پرداختن به روابط بین همسن و سالا، فیلم یه نگاه انتقادی هم به روابط تو خانواده داره انگار. کارگردان تو صحبتاش اشاره کرده که دنیای امروز خیلی سخته، پرشتابه و والدین، حتی اونایی که خیلی به بچه‌هاشون اهمیت میدن، گاهی اونقدر درگیرن که وقت کافی ندارن حرفای واقعی بچه‌ها رو بشنون. آره، این مشکل واقعا هست. خیلی وقتا از ترس‌ها، نگرانی‌ها، آرزوهای پنهان بچه‌هاشون بیخبرن. امیدواری سازنده‌ها اینه که اگه خانواده‌ها با هم این فیلم رو ببینن، این تجربه مشترک بشه یه بهانه برای گفتگوی بیشتر، که والدین از دنیای بچه‌هاشون بیشتر بفهمن و بچه‌ها هم حس کنن که خب شنیده میشن. پس دایره موضوعات فیلم فراتر از صرفاً قلدری هستش. منبع به مفاهیم دیگه‌ای هم اشاره میکنه که فیلم سعی در مطرح کردنشون داره. مثلا چی؟ چیزایی مثل خودشناسی، اهمیت این که آدم توانایی‌های خودش رو بشناسه، بالا بردن اعتماد به نفس،
درک این که هر کاری یه پیامدی داره و همچنین یادگیری بخشش و همدلی با دیگران. این نشون میده که لایه‌های مختلفی تو داستان هست که میتونه برای سنین مختلف قابل درک باشه. به نظر میرسه سازنده ها سعی کردن یه بسته کامل از پیام‌های مثبت اخلاقی و اجتماعی رو خب تو قالب یه داستان فانتزی جذاب بدن بیرون. استفاده از ژانر فانتزی اینجا خیلی کلیدی میشه به نظرم. چون بهشون اجازه میده این پیام‌ها رو یه شکل غیر مستقیم و سرگرم کننده تر بگن به جای اینکه حالت پنداندرز مستقیم پیدا کنه. دقیقاً. حالا بیاین سراغ کسی که بار اصلی این داستانو به دوش میکشه. یعنی بازیگر نقش اول. اون پسر بچه. آره، نقش سیاوش رو یه پسر 11 ساله تاجیک به اسم عبدالقادر ناروف بازی میکنه. انتخابش هم داستان جالبی داره ظاهراً. چطور؟ از بین 250 تا بچه که برای این نقش تست دادن انتخاب شده. این خودش نشون میده چقدر کارگردان وسواس داشته برای پیدا کردن چهره مناسب. 250 نفر؟ واقعا زیاده. خود عبدالقادر هم توی مصاحبه‌ای که تو منبع اومده حسابی از این تجربه راضی بوده. گفته نه تنها از بازی تو نقش خوشحاله، بلکه از کل پروسه فیلمبرداری، مخصوصا صحنه‌هایی که تو همون منطقه 7 کول گرفتن خیلی لذت برده. آها، همون منطقه کوهستانی. آره، جایی که ظاهراً اولین بارش بوده میدیده و زیباییش خیلی تحت تاثیرش قرار داده. یه نکته قشنگ دیگه ای هم که گفته تعریفش از رفتار حرفه‌ای و حمایتگرانه بازیگرای بزرگسال و شناخته شده فیلم بوده. همین تجربه باعث شده آرزو کنه که در آینده بتونه مثل اونای بازیگر حرفه‌ای بشه. چه جالب! و تأثیر این تجربه فقط رو خودش نبوده انگار. پدرش کرامت الله ناروف هم مصاحبه کرده و گفته پسرش بعد از بازی توی این فیلم نگاهش به سینما کلاً عوض شده. یعنی چی؟ چطور عوض شده؟ دیگه فقط به عنوان سرگرمی به فیلم‌ها نگاه نمی‌کنه. با دقت بیشتری به جزئیات بازی بازیگرها، حالت چهرهشون، نحوه بیان احساساتشون توجه میکنه. انگار که یک کلاس عملی فشرده بازیگری و فیلمشناسی رو گذرونده باشه. این خودش نشون میده که چطور درگیر شدن عملی با یک کار هنری حتی تو سن کم میتونه استعدادها رو شکوفا کنه. این خودش یه داستان کوچیک الهام بخشه وسط یه داستان بزرگتر. بچه‌های دیگه هم توی فیلم بازی کردن؟ بله حتما. سیاوش که تنها نیست توی این ماجرا. یه گروه دیگه از بچه‌های با استعداد نقش دوستا و همکلاسیاش رو بازی کردن. سمرت، سروش، محمد جان، سمیه، فرشته ماه و مریم. علاوه بر اینا، فیلم از حضور چند تا از بازیگرای شناخته شده و حرفه‌ای سینمای تاجیکستان هم استفاده کرده. خب تا اینجا درباره خود فیلم، پیام‌هاش و بازیگر نوجوانش صحبت کردیم. اما حالا میرسیم به یکی از لایه‌های عمیق‌تر و شاید بشه گفت یکی از انگیزه‌های اصلی ساخت این فیلم. که چی باشه؟ مسئله هویت فرهنگی و ملی که تو مقاله بهش پرداخته شده. کارگردان فیلم فرهاد غفارپور که یکی از نویسنده هم هست، خیلی سریع و بی‌پرده نگرانی خودشو گفته. نگرانی درباره تأثیر روزافزون فرهنگ‌های بیگانه روی نسل جدید تاجیکستان. بله، این بخش از صحبت‌های غفارپور که تو منبع اومده واقعاً قابل توجهه. اون میگه امروزه در عصر جهانی شدن فرهنگ‌ها پنهان نیست که فرزندان ما با اندیشه‌ها و ارزش‌های دیگران بزرگ می‌شوند. این جمله خیلی به نظرم سنگینه و نشون دهنده یه دغدغه عمیقه. دقیقاً. اون حتی به طور مشخص به بچه‌هایی اشاره میکنه که خارج از تاجیکستان زندگی میکنن و ممکنه تسلط کافی به زبان مادریشون یعنی تاجیکی نداشته باشن یا با فرهنگ خودشون بیگانه بشن. به خاطر همین نگرانی هاست که اون و همکارانش تصمیم گرفتن تولید فیلم برای کودکان رو یکی از اولویت‌های اصلیشون قرار بدن. از نگاه غفارپور این فقط یه انتخاب هنری و تجاری نیست، یه ضرورت فرهنگیه. ضرورت فرهنگی، جالبه. اون یه تعبیر جالبی هم به کار میبره. میگه که در حال حاضر ذهن و توجه مردم تاجیکستان، چه بچه و چه بزرگسال، تا حد زیادی دست سینماگران و افکارسازان بیگانه است. یعنی رسانه و سینما رو یه میدان نبرد فرهنگی میبینه انگار.
دقیقاً از همین زاویه است که اون حتی از کلمه مبارزه برای توصیف کار فیلمسازی استفاده میکنه. اون ساخت هر فیلم ملی رو یه قدم تو این مبارزه برای حفظ زبان، هویت و اون چیزی که روح ملی مینامه میدونه. یه جمله خیلی کلیدی و نمادینی هم داره که میگه هر فیلمی که ساخته میشود یک خشت است که با آن بنای سینمای ملی دوران استقلال بنا میشود. عجب تعبیری، انگار هر فیلم یه آجره برای ساختن یه عمارت فرهنگی مستقل در برابر اون سیل جهانی شدن. دقیقاً. پس با این نگاه، پاکانای آینکدار دیگه فقط یه فیلم فانتازی سرگرم کننده برای بچه‌ها نیست. تبدیل میشه به یه ابزار فرهنگی، یه تلاش آگاهانه برای اینکه حکمت و اندیشه‌ها و ارزش‌های بومی و ملی تاجیکستان رو از طریق زبان جهانی و جذاب سینما به نسل جدید منتقل کنه. یه جور دعوت به خودشناسی ملی و فرهنگی تو قالب یه داستان فانتزی. این فهم از انگیزه سازنده ها به فیلم یه وزن و اهمیت دیگه‌ای میده واقعاً. و جالبه که چطور ژانر فانتزی رو برای این هدف انتخاب کردن. شاید چون فانتزی ذاتاً با تخیل و شگفتی و عبور از محدودیت‌ها سر و کار داره. آها. و توی مقاله درباره یه نقش بزرگسال دیگه هم صحبت شده، یه مأمور پلیس که رامش یزدان بازیش کرده. نقش اون چیه توی فیلم؟ آره، اینم یه جزئیات جالبه. شخصیت رامش یزدان یه مأمور پلیس وظیفه شناسه که مأمور میشه یه گروه بچه رو که یواشکی رفتن 7 کول و گم شدن پیدا کنه. اینجا یکم المان‌های ماجراجویی و حتی کمدی هم هست، چون بچه‌ها اولش از پلیس میترسن و فکر میکنن اومده مجازاتشون کنه، برای همین ازش فرار میکنن. صحنه‌های تعقیب و گریز پیش میاد. پس یه جور ماجراجویی کلاسیک و یه چاشنی طنز. هدف نهایی این شخصیت چیه؟ خود رامش یزدان تأکید میکنه که هدف اصلی شخصیتش تنبیه یا مجازات نیست، بلکه کمک کردن و راهنمایی کردن بچه هاست. اونم به اهمیت کلی فیلم در مورد مشکل بولینگی اشاره کرده و امیدوار بوده که فیلم روی بچه ها تأثیر مثبت بذاره، مهربونترشون کنه و اهمیت دوستی رو نشون بده. متوجه شدم. از صحبت‌ها اینطور برمیاد که همه با یه انگیزه و نیت خوب کار کردن. اما آیا خود روند ساختن این دنیای فانتزی هم مثل قصه راحت بوده؟ معمولاً کار با بچه، اونم تو شرایط سخت کوهستان با هوای غیرقابل پیشبینی مشکلات زیادی داره. کاملا درست میگید. روند ساخت قطعا بدون مشکل نبوده. یکی از چالش‌های اصلی همونطور که اشاره کردید هوا بوده. سال گذشته توی منطقه 7 کول سرما خیلی غیرمنتظره و زود شروع شده. این یه خطر واقعی ایجاد کرده بود که شاید بخشی از فیلمبرداری تا بهار سال بعد عقب بیفته. و این تأخیر میتونست یه مشکل دیگه هم درست کنه. بچه‌ها زود بزرگ میشن، قیافه‌هاشون عوض میشه، درسته؟ دقیقاً. کارگردان فرهاد غفارپور این رو به عنوان یه مشکل جدی مطرح میکنه. بچه‌ها توی یه سال خیلی تغییر میکنن. حتی مثال میزنه که وقتی میخواسته ماه می امسال یه سکانس کوچیک اضافی بگیره، دیده که چهره بازیگرای کوچولو اونقدر تغییر کرده که دیگه این کار ممکن نیست. باید همون چهره 1 سال پیش رو میداشتن. پس واقعاً داشتن با زمان مسابقه میدادن. بله، شدیداً تحت فشار زمان بودن. گروه مجبور بوده با سرعت خیلی بالا کار کنه تا قبل از شروع سرمای شدید و برف توی کوهستان کار رو تموم کنن. علاوه بر این، خود شرایط کوهستان، راههای سخت، هوای نامنظم، همه اینها کار رو سخت‌تر می‌کرده. ولی با وجود همه این موانع، فیلم تموم شده. چی کمکشون کرد که این مشکلات رو پشت سر بذارن؟ کارگردان این رو به اراده، مسئولیت پذیری، تعهد و حتی فداکاری تک تک اعضای گروه ربط میده. تاکید میکنه که این تجربه مشترک مبارزه با مشکلات، این روزهای سخت توی کوهستان، اعضای گروه رو خیلی به هم نزدیک و متحد کرده. برای اون این روحیه همکاری یکی از دستاوردهای مهم روند فیلمسازی بوده. این واقعاً الهام بخشه وقتی یه گروه برای هدف بزرگ انقدر تلاش میکنه.
خلاصه پاکوتاه عینکی واقعا یه پروژه چند وجهی و جالب به نظر میاد. فقط به عنوان اولین فیلم فانتزی کودکانه توی تاجیکستان اهمیت تاریخی نداره، بلکه با ترکیب ماجراجویی و فانتزی به موضوعهای حساس و مهم اجتماعی مثل بولینگ، خودشناسی و لزوم حفظ هویت فرهنگی توی دنیای امروز میپردازه. روند ساختش همونطور که شنیدیم پر از چالش بوده، اما هدفهای فرهنگی که سازنده‌ها داشتن خیلی بزرگ و قابل تحسینه. این منو به یه سوالی میرسونه که میخوام از شما شنونده عزیز بپرسم. به نظر شما تماشای همچین فیلمی یه ترکیب از فانتزی و واقعیت اجتماعی چطور میتونه روی یه نوجوان امروزی تأثیر بذاره؟ شما باور دارید که یه فیلم میتونه واقعاً به تغییر رفتار، به افزایش همدردی یا به شروع گفتگوهای مهم توی خانواده کمک کنه؟ و این به یه فکر نهایی میرسونه برای تأمل. کارگردان فرهاد غفارپور از فیلمسازی به عنوان یه مبارزه برای حفظ هویت و ساختن فضای رسانه‌ای ملی یاد کرد. این نگاه خیلی قویه. اما سوال اصلی اینه، یه فیلم حتی اگه خیلی هم موفق باشه توی این مبارزه بزرگتر چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ برای رسیدن به این هدفهای بزرگ فرهنگی، حفظ زبان، تقویت خودشناسی، مقابله با تاثیرات بیگانه، آیا فقط ساختن فیلم کافیه یا اینکه یه سیستم حمایتی گسترده‌تر، آموزش و سیاستگذاری فرهنگی لازمه؟ این سوالیه که جوابش شاید از دایره این فیلم خاص فراتر بره و ما رو به فکر درباره آینده کلی فرهنگ و سینمای ملی بندازه. از اینکه در این کاوش عمیق درباره یک اتفاق جالب در سینمای تاجیکستان همراه ما بودید، بسیار سپاسگزاریم.